وکیلان پارلمان ازبکستان پیشنهاد کردند که به پرزیدنت شفقت میرزیویف عنوان سردار ملت داده شود. این تشبس از وکیل سنا قدرت الله رفیقوف برخواست که در یک مقاله با توصیف خدمت‌های میرزیویف نوشت مردم ازبک بخصوص نسل جوان به پرزیدنت اعتماد کامل داشته، کودکان از او حتی به وجد می آیند. رفیقوف در انجام مقالهش پیشنهاد کرد که پرزیدنت میرزیویف را با احترام سردار ملت نام برند. شفقت میرزیویف سال 2016 در پی فوت اسلام کریموف به قدرت رسید و ماه اکتبر سال جاری میخواهد برای باز یک دوره دیگری ریاست به انتخابات برود. تجربه دادن عنوانهای بالخانه‌دار به پرزیدنت ها در آسیای مرکزی تجربه نو نیست. اولین شده در منطقه عنوان فخری را سفرمراد نیازوف حاکم خودکامه ترکمنستان به دست آورد. به او هنوز سال 1993 عنوان ترکمنباشی داده شد که معنایش پیشوای مردم ترکمن است. قربانگلی بردیمحمدوف که سال 2007 در پی درگذشت نیازوف به قدرت رسید راه او را ادامه داده و سال 2011 مجلس مصلحت اقصاقالهای ترکمنستان به بردیمحمدوف عنوان ارقدک داد که معنایش حامی، تکیهگاه یا پشتیبان است. بردیمحمدوف را نجات بخش و نور ملت نیز نام میبرند. به نورسلطان نظربایف در قزاقستان هنوز سال 2010 عنوان پیشوای ملت البسی دادند. بعد آنکه او سال 2019 از قدرت رفت عنوان رسمی نظربایف را به شکل پرره حالا چنین تلفظ میکنند: پرزیدنت نخستین البسی. زادروز نظربایف گویا اتفاقا با روز پایتخت قزاقستان در یک روز است. نام پایتخت را که پیش آستانه بود نیز به شرف نظربایف حالا به نورسلطان عوض کردند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نیز از همتایانش در منطقه عقب نمیماند. او را رسما پیشوای ملت اساسگذار صلح وحدت ملی عنوان دادند. امامعلی رحمان این عنوان را سال 2015 همراه با یک سلسله امتیازها از جمله حق پیشبری بدون محدودیت نامزدیش به پرزیدنتی به دست آورد. در مطبوعات رسمی امامعلی رحمان را همچون جناب عالی نام میبرند. ماه آگوست سال جاری در نشست سران کشورهای منطقه در آسایشگاه آوازه ترکمنستان به پرزیدنت تاجیکستان نشانه فخری سران دولت‌های آسیای مرکزی را تقدیم کردند. امامعلی رحمان از بین رهبران منطقه اولین نفر است که سزاوار این مکافات تازه بنیاد دانسته شد. تنها رئیس جمهورهای به عنوان در منطقه رهبران قرقیزستانند. این جمهوری بعد سقوط شوروی اینک ششم پرزیدنت را تجربه میکند. ظاهرا همین زود عوض شدنها به پرزیدنت‌های قرقیزستان فرصت دست یافتن به عنوانهای بالخانه‌داران نمیدهد، وگرنه باز چند پیشوای ملت از این سرزمین برمیخیست.